ورزشگران آلمان هم در رشته‌های گوناگون پهلوانی توسعه یافتند. ولی ببینیم در گوشین ملی تاجیکی کشتیگیری چگونه هنرنمایی میکنند، چگونه هنری از خود به نمایش میگذارد. یک دور استراحت کرده بود و اجرای اصول جذابه، بار دیگر یک پهلو به نمایش میگذارد یا کامل امتیاز حلال است. رحمت الله بیگ چی باشد؟ رحمت الله بیگ میگوید باید مشاهده کرد که نوارهای تدریجی را. بله، از کارگردان ما خواهش میشد یک بار دیگر همان لحظه های تکرار نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. از همین پرتاب جذاب رحمت الله بیگ از یک دست این اتفاق افتاد، از این حلال بهتر نخواهد بود. بله، داور اولا غلط کرد و بعدا با دیدن نوارهای سوس کرده شده امتیازی کامل ایپان را رقم زد. خیلی ماهرانه و خیلی جذاب و دیدنی بود. عجب استعداد از خود به نمایش گذاشت رحمت الله بیگ فرهادوف. این چهره ورزشگر تاجیکستان در دسته وزن 78 کیلوگرم. این نوارهای تدریجی، صحنه های سوس کرده شده را باید دید از زاویه های گوناگون. ببینید چگونه همین زاویه خوب بود که از نواربردار، از تصویر نواربردار کشتیگیر نگریخت. بعضا بسیار حالت ها میشد که در تصویر نزدیک میگریزد اجرای اصول. و به همین ترتیب دوستان عزیز یک دیگر از جذابیت گوشتین ملی به همین وسیله از پرتاب رحمت الله بیگ به اجرا درآمد و رحمت الله بیگ به مرحله سیوم رقابت ها می رود.